از زمانی که تو امساک میکنی 10 دقیقه 5 دقیقه قبل از اذان صبح تا زمانی که منتظر سر سفره افطار نشستید که امام بگه و مؤذن بگه الله اکبر، خداوند فرشتگان رو مسخر کرده که طلب مغفرت بکنن برای انسان روزه‌دار. سبحان الله. این روزه چقدر مهمه برای خداوند و این روزه‌دار چقدر برای الله مهمه که کل فرشتگانشو پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند 5 تا خصلت و ویژگی خداوند به امت من داده که به هیچ امتی غیر از امت من در رمضان نداده. یکیش همینه، از زمان امساک تا چه افطار فرشتگان مسخرن که برای روزه‌دار طلب مغفرت بکنن.